سلام و درود بینندگان شبکه فیسبوک. امیدوارم که همه کس خوب و صحت سربلند باشید. دیروز یک مقاله را دیدم نسبت خواهر نیلوفر رجب‌آوا نشر کرده بودند با نام آیت الله گلیایف. گویا که هم مقاله را هم خودش نوشته با سواد خودش. حاضر ما میگذاریم در اولی بگیم که همو مقاله را کی نشر کرده و اثبات میکنیم. خب میگذاریم علیم جان توش نفری که یکم بار این مقاله را چکو کردگی. این علیم جان توشوف یکم نفری است که هم مقاله را نشر کردگی. یک چند بگیم که خطاگی ها داره اینجا بعد گرفتگی بود دوباره ریدکتیر بود کردگی. هم مقاله که دیروز آیت الله گلیایف بگیم که نشر کرد. خب اینجا ببینید. اینجا میبینیم نیگورا ایمارو همچون این مقاله را ساعت 18:05 بعد 17:24 نشرش کرد. این نفر 18:04 نیگورا ایمارو هم مقاله را گرفته است بود چکو که است کمتره ریدکتیر و چی کرده است نشرش کرده است. خب علاکه دست یه آدم گذاشت. این 18:05 دست دیگه آدم گذاشت. خب میگذاریم با آیت الله گلیایف. خب آیت الله گلیایف گویا که خودش نوشتگی 17:24 بود 18:05 بود دیگه کس رفت انا اکد آیت الله گلیایف 18:20 گرفته سیره چکو کرده است نشر کرده است. گویا که خودش نوشته است که دروزه ببین. خب این همینجا بعد مردم فکر نظرشون نسبت این نفر گفتگی هم گویا که یکم جواب ما دادگی من مرده که شریک تو دانی خدا بگو این مقاله رو شاعر نیهویی نویسونده است یا اکادمیک یتیموف. خب جواب داده است که شما خدا رو میشناسید. خیلی خلاص اینمی میخوام که اثبات کنم و این نوارم به خودی همو که آیت الله گلیایف برود و دیگر هم وطنان برسه که این خودی یک نفری هست که چکو کردگین چاپ کردگین این مقاله اصلا او آیت الله گلیایف سواد هم نداره نوشته هم نمیتونه. شاید یک نفر باشه که در همون سایت همو ششتگی باشه و فرمایش میده که این مقاله را چاپ کنید و باقی سلامت سربلند باشه. خلاص در کامنت ها مردمم جواب های دندان شکن دادن با این نفر با این کاری که گویا که خودش چکو کرده است نشر کرده است. خب باقی در امان خدا باشید دوستان عزیزان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.